دوستان عزیز درود. نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با سخن سری تغییرات کادری در فوتبال وطنی آغاز میکنیم. نخست از آن میگوییم که بعد نتیجه های غیر قناعت بخشی دسته ریگر تحت از با روبری علیارش محمدوف رهبریت دسته و مربی مذکور در مورد قطع قرارداد همکاری به موافقه رسیدند. قابل قید است که از همین مربی سولیپور ریگاری ها را از افتیش به لیگ اول نجات داده بود، ولی بعد آغاز پربرار در موسم جاری نتیجه ها یکی بدتر گردیدند و اخیراً دسته تالکو آرینا به جستجوی مربی نو می‌براید. دسته ریگر تداز باشد این حال با 9 هول در زینه نهمی جدول است. بعد از اینکه لیگ اولی را با انجام موسم قبلی دو تیم سوخته از قبیل استرافشن و روشنی ظفرآباد ترک نمودند، از پرو لیگ فوتزال باشد سپر خوجندی با استراحت به مولت کنار رفت. روی بازیگران سپر باشد تا حال ادامه دارد و این نوبت دو بازیگر دیگرش را تیم امانت بانک به صف خویش جلب نمود. اینها صابرجان گلیاکوف و امید قزیر می باشند که دوام یک سال آینده شرف تیم امانت بانک را حمایت خواهند کرد. تیم سرخپوشان از شهر لیورپول باشند بعد از اینکه از رفتن 4 بازیگر خویش بعد انجام موسم جاری اعلان نمودند، همکنون می توانند از دروازه‌بان احتیاطی خویش محروم شوند، زیرا نفری وضع کننده آلیسون برزیلی کویرین کلخر آماده است تا صف مرسیدی ها را ترک نماید. بعد پیروزی لیورپول بر برنفورد با حساب 1-0 به آلیسون، پیراهن دروازه‌بانی با رقم 100 به خاطر 100مین بازی به گلش تقدیم کرده شد. این هم برزیلیه می باشد که بهترین بازیگر لیورپول در موسم جاری دانسته شده می‌خواهد شماره بازی‌های به گل را بیشتر کند. اطمینان دارم که بازی‌های بدون گل به دروازه هم 200 300 و باز هم بیشتر شوند، گفته است آلیسون بکر. از جانب دیگر هرچند که آلیسون استقبال از رکوردهای دلپسند می‌کند، دروازه‌بان منتخب ایرلندیا و عوض کننده آلیسون در موسم جاری کوین کلخر این موسم تنها در 3 بازی شرکت ورزیده است و 2 بازی در جام لیگ انگلیا و 1 بازی در جام انگلیا و این هم در حالی است که با نزدیک شوی رفتن تابستان ترانسفری این دروازه‌بان را با تیم‌های زیاد فوتبالی تقدیر بندی می‌کنند. هرچند که کلخر امکانی دروازه‌بان رقم 1 شدن را از دست دادنی نیست، لیورپول هم نمی‌خواهد ایرلندی را از دست دهد. پیشنهادهای داخلی هنوز تابستان سولیپور رد کرده شده بودند و این نوبت باشد به قول یورگن کلوپ تنها پیشنهاد گران ارزش می‌تواند به قرار نسبت این ترانسفر تاثیر رساند. شرطنامه با کلخر باشد تا ماه یونی سال 2026 مهلت دارد، اما بازیگر 24 ساله می‌خواهد که هرچی بیشتر شامل میدان شود. از ماه سپتامبر سال 2019 او تنها در 20 بازی همه مسابقه ها به میدان آمده و خلاص. توجه نسبت هموطن مگرگور باشد اصلا از جانب تاتنهام، برایتون اند هوو آلبیون و برنتفورد به چشم رسیده در بازار دروازه‌بان ها باشد به قول گپ و کارها گرم می‌شوند. مثلا تاتنهام دروازه‌بان رقم اول می‌جوید، دیوید رایا از برنتفورد می‌خواهد به تیم نو گذرد. سخن‌ها در مورد رفتن امی مارتینز از استون ویلا هم زیادند و دیوید دخیا تا حال شرطنامه نو با منچستر یونایتد امضا نکرده است. با وجود این برای لیورپول حفظ کردن کلخر چون دروازه‌بان دومی مشکل خواهد بود، هرچند که کلخر مناسبت‌های خوبی با کلوب دارد و ستاد مربیان هم از حالت جسمانیش قناعتمند هستند. نوابسته از این تیم کلوب به دروازه‌بان‌های جوان از قبیل مارسلو پیتالوگوی 20 ساله و خاروی دیویس 19 ساله امیدواری می‌کند. اگر به چهره‌های تجربه دار نظر افکنیم میتوان به نفران به مثال فریزر فورستر، جیسون استیل و مت ترنر هم توجه نمود، نفرانی که دارای تجربه غنی بازیکنی در پریمیر لیگ انگلیس میباشند. در صورت رفتن کلخر ناچار میتوان به این نفران مراجعت کرد، ولی در صورت ناخواست جراحت برداشتن آلیسون و اشتباهات پیشگویی شونده این چهره‌های سابقه دار در دوام موسم دیگر گیلکونیو هم هیچ فایده نخواهند داشت. در ادامه سخن‌ها سر نیت‌های رفتن کلخر اگر به نقشه‌های ترانسفری لیورپول با دقت‌تر نگریم، با تکیه به غیبت‌های فوتبالی میتوان گفت که دسته کلوب در بازار 4 چشم و 2 سر دارد. مثلا فابریسیو رومانو بر آن است که لیورپول در خریداری الکسیس مکالیستر پیشتاز است.
شرط‌های انفرادی شرطنامه علاقه درست شدند و تنها پرداخت مبلغ ارزش بازیگر و برایتون مانده است و خلاص. قلمدار اساسی موضوع ترانسفری همچنین علاوه میکند که باواریا نمیخواهد در مورد رایان گراونبرگ با دیل خود دسته عاید گزارش گفتگو نماید و هر زمانی که آلمانی ها او را فروختن میخواهند احتمالاً لیورپول تلاش خریداری این بازیگر میکند. گریم بیلی باشد با باوری بر آن است که نمایندگان یوزاکیمیخ با تیم‌های مختلف اروپایی و مثال لیورپول به علاقه برآمدند و در پس منظر وضع ناباب این بازیگر در صف باواریا سرخپوشان میتوانند از فرصت استفاده برند. بر زمین آوازها اطراف خریداری های نوی لیورپول رسانه ها بر آنند که لیورپول و تاتنهام در خریداری نیم حمایتگر فینورد آرکون ککچوی ترکی اشتیاقمند بوده. مبلغ گزارش این بازیگر 22 ساله قریب 40 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. اگر به اصل این آوازها تکیه کنیم میتوان گفت که با وجود رفتن چند از بازیگران از صف تیم کلوب پرداخت مزد معاش از فوند مزد معاشی دستوی تا 500,000 پوند استرلینگ در یک هفته کم کرده می شود. این هم یکی از آن سبب‌های می باشد که تابستان لیورپول می تواند در بازار خریداری های بیشتری را انجام دهد. ولی اگر فوتبال بازان نو به مثال ارتور میلر را برای 13 دقیقه بازی در میدان و شفای 6 ماه از جراحت بیارند و حمله‌ور گلزن افریقایی را به زندان آلمانی روان کنند، چون این فعالیت ترانسفری برای کلوب باز راحت به لیگ اروپا و دردی سر می آورد. چهره دستان فوتبال ایتالیایی و قهرمان جهان اندریا پیرلو که یک زمان در یوونتوس هم گپزن اساسی بود، تیم ترکی فتح کاراگومریوک را ترک می کند. باشگاه علاقه اعلان نمود که برای مربی اجازه جستجوی تیم نو دادند. آدمان می آیند و با گذشت فرصت معین می روند و تنها کاراگومریوک جاویدان می ماند. می‌خواهیم که با چهره دستان فوتبالی اندریا پیرلو برای تلاش و وقت کار با دسته ما تشکر بگوییم و در آینده برایش موفقیت می‌خواهیم، گفته می‌شود در اظهارات رسمی دسته ترکی. علاوه بر این فتح کاراگومریوک اعلان نمود که به ایتالیایی اجازه داده است تا جای کاری نو جویا شود. ما به پیرلو و ستاد کاریش اجازه نقشه‌بندی آینده را تا آخر موسم جاری داده ایم، زیرا سر از موسم نوین با جناب اندریا پیرلو و ستاد مربیانش همکاری نخواهیم کرد. میخواهم که این مرحله گزارشی را پرثمر استفاده نماییم. نخست امید میبندیم که 3 بازی باقی مانده را با پیروزی جنبست میکنیم و نقشه های دقیق خود را برای موسم آینده معین کنیم. اظهار مینماییم که از داشتن همکاری با اندریا پیرلو نهایت خوشحالیم. به هر سهمی داشته‌اش در رشد دسته سپاسگزاریم و در آینده برایش کامیابی ها را تمنا داریم، گفته می شود در اظهارات باشگاهی. یادداشت میکنیم که پیرلو وظیفه سرمربیگی تیم فتح کاراگومریوک را از ماه ایون سال 2022 به گردن گرفته بود و بعد 33 بازی دسته در زینه نهم جدول چمپیونات ترکیه قرار دارد. معلوم شد که بدون تجربه کاری در یوونتوس اصلا پیرلو به فتح قله‌ها مشرف نشد، ولی بعد تجربه ها در ملک ترکان پیرلو باری دیگر تلاش میکند تا به فوتبال اروپایی چون مربی سرخلاند. همزمان بارسلونا از رفتن ژوردی آلبا اعلان نمود. شرطنامه‌ای که تا سال 2024 مهلت داشت برمحل قطع کرده شد و با همین سابقه‌دار نوبتی تیم کاتالانی بازی‌های بارسا را تنها از کنار تماشا می‌کند. در مورد رفتن دفاعگر اسپانی خود آلبا در شبکه‌های اجتماعی خویش خبر داده است. بارسلونا باشد اعلان نمود که شرطنامه کاری با آلبا که تا سال 2024 مهلت داشت با راضیگی طرفین قطع کرده شد. اگر اندکی به تاریخ نگریم، ژوردی آلبا 34 ساله در صف بارسلونا از سال 2012 برآمد نموده با این تیم 6 مرتبه غالب لالیگا، 5 بار دیگر دارنده جام اسپانیا، 4 مرتبه غالب سوپر جام اسپانیا شده. همچنین با بلاوگراناس در لیگ چمپیون ها، سوپر جام اروپا و جام جهانی باشگاهی به پیروزی رسیده بود. تا این دم آلبا در صف بارسا 458 بازی گذرانیده، 19 گل و 91 پرتافت گلی در آمار دارد. رفتن چنین بازیگری پرآمار برای بارسا این پوشیده شدن صحیفه دقیقی تاریخ است. ولی اگر کل این رفتنها در پیشروی بازگشت احتمالی مسی انجام شده باشد، پس میتوان گفت که چند موسم دیگر باز بارسا در لیگ اروپا
اجاره نشینی میکند. ژوردی آلبا اگر از بارسلونا میرود، چهره دیگری دستان و قند و عسل بر این برای مردم نارنجی پوش اندرس اینیستا باشد. ویسل کوبه ژاپنی را در ماه ایول ترک میکند. بعد 5 سالی برآمد در جی لیگ ژاپنی، روز 1 ایول سابق نیم حمایتگر 39 ساله بارسلونا آخرین بازی خود را در صف تیم ژاپنی مقابل کانسادول ساپورو خواهد گذرانید. اینیستا در صف ویسل کوبه از سال 2018 این جانب برآمد نموده، دارنده جام ژاپن در سال 2019 و سوپر جام ژاپن در سال 2020 می باشد. ولی اگر جایزه هایش در صف بارسا را حساب کنیم، شماره اشان از موی سری بعضی ها زیادند. مطلب از همه مهم ترانسفری هفته اخیر در عالم ترانسفری این کوچیدن نیمار نازیان از پاریژ عاشقان است و الکی واریانت های خط سیر سفر نیز معین شدند. منچستر یونایتد، چلسی یا شیخان عربی. PSG بار صدمین تلاش نوکنی ایحت را زیر نقشه گرفته است و آماده جداشوی از برزیلی آوازه‌دار 31 ساله می باشد. نشریه فرانسوی لکیوپه حمله‌ور را به پریمیر لیگ انگلیا روان می کند، جایی که از برای نیمار منچستر یونایتد، نیوکاسل یونایتد و الکی چلسی یونایتد دعواگرند. بر زمین هیچ کسی توجه تیم‌های MLS و عربستان سعودی را نادیده نگرفته است و ممکن که محض در سرزمین بیابانگردها اخیراً نیمار با رونالدو یک جا می شوند. به رفتن هر ساله نیمار از پاریژ براحت باور کردن مشکل است، ولی این تابستان ممکن برزیلی پول‌های الکی خون کرده را حساب کند و برای گرفتن پولی به درد میان به یگان نقطه سفر کند. پس بگویید که به نظر شما نیمار به کدام دسته می رود؟ یکی از کمشمارترین بازیگران روسی در اروپا نیز تیمش را یک طرف گذاشت، زیرا هرچند که ماه‌های دراز در کرسی‌های احتیاطی تیم داروسازان نشست، هیچ کس او را ندید. اینجا گپ سر اندری لونیوف می رود که با انجام موسم جاری بایر لیورکوزن را ترک می کند. بایر لیورکوزن نیز از رفتن اندری لونیوف رسما اعلان نمود و تا جای خرسند هم هست که در کرسی‌های احتیاطی دسته یک جای خالی می شود. از همین تابستان مهلت شرطنامه دروازه‌بان روس انجام می یابد و آن هم تمدید نخواهد شد. همچنین تیم خبی الونسو را با انجام موسم دفاعگر دیلی سینگراون، نیمه‌حمایتگران ایمن ازخیل و کالوم هاتسون آدوئی ترک می کنند. در دوام 2 سال که لونیوف در تیم آلمانی گذرانید، دروازه‌بان سابق زنیت تنها 3 بازی گذرانید، یک بازیگی در هر موسم بوندسلیگا و باز یک بار دیگر در لیگ اروپا دست پوشک به بر کرد، جایی که 4 گل هم سر داد. در مورد تقدیر بازیگران روس در همین شرط و شرایط‌ها تنها همین را میتوان گفت که بعد قضیه اوکراین اگرچه مسی هم شناسنامه روسی داشته باشد، کم نفران و فوتبال بازی خوب بودنش در غرب باور خواهند کرد. فرانسه ها باشند قلم تیز کرده از آنی نوشته کردند که مورینیو در صورت آمدن پیشنهاد از جانب PSG آن را قبول خواهد کرد. متخصص 60 ساله آماده قبول پیشنهاد از جانب تیم پاریژی است. اطلاع می‌دهد فوت مرکاتو با تکیه به معلومات نشریه معتمد لکیوپه. عین حال باشد ژوزه مورینیو روما را تمرین می‌دهد، تیمی را که در لیگ کنفرانسی ها قهرمان کرد و باز به فینال لیگ اروپا برآورد. با این آمارهای ژوزه باید که در پاریژ خوبتر دقت کنند، زیرا پاریژی های تشنه یوروجام را ژوزه میتواند اقلا در لیگ اروپا صاحب جام کند و برای این کار برایشان بودن مسی و نیمار هم ضرور نیست. در ادامه سخن سری تغییرات کادری پاریژ ها میتوان گفت که PSG و لیوکا ارناندز در مورد گزارش های بازیگر به توافق رسیده. تنها باواریا را راضی کردن در کار است و خلاص. چطوری نشریه بایرن اند جرمنی با تکیه بر لکیوپه خبر می‌دهد اکنون پاریژی ها را ضرور است که به قول دل باواریا را بیابد. فوتبال بازی به فرانسوی باشد در موسم جاری تنها 7 بازی در بوندسلیگا گذرانیده، عین حال از جراحت برقرار شده ایستاده است. اگر از متحدی این بازیگر رو تیم پاریژی بگوییم، تنها میتوان علاوه کرد که علمداران دیرین از ضربه سخت در لیگ قهرمان‌ها هم اکنون در یک جایگی درد دل میکنند و ممکن که ژوزه میتواند به دادشان برسد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنصت و پولدار باشید.